اگر کسی برادر مؤمنش را، برادر مؤمنی که قرضدار است، برای او مهلت میدهد، الله تعالی همون قرضی که داده است هر روز برایش همچون صدقه، تصور کنید شما $1000 یا 1000 سومانی شما قرض میدهید برای یک برادر مؤمن خود، هر روز وقتی شما مهلت میدهید الله تعالی برای شما هر روز 1000 سومانی یا همون مبلغی که شما دادید همچون صدقه به نامه اعمال شما نوشته می شود تا آن لحظه ای که شما قرضتان را باز پس میگیرید. و کسی اگر بعدی که مهلتش میبیاید، مثلا من به مهلت 1 سال قرض میدهم، 1 سال میگذرد، آن برادر قرض را باز پس گردانیده نمیتواند، مهلتش تمام شده است و من برای او مهلت زیادتی میدهم، هر روز دوچند الله تعالی صدقه برای ما و شما نامه اعمال ما و شما نوشته میگرداند.